معمای تشکیل واحد ویژه هیبت الله نام. به تازگی رژیم طالبان اعلام کرده است که به اساس فرمان هیبت الله نام بودجه مالی یک لشکر 40,000 نفری از وزارت مالیه طالبان صادر شده است. البته این بحث سالها قبل توسط مقامات امنیتی سابق افغانستان به ویژه رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی دولت جمهوریت مطرح شده بود که حالا با اسناد فاش شده گمانه‌زنی های زیاد را در خصوص آن خلق کرده است. به هر صورت آنچه ماهیت نظام طالبانی را مشخص می سازد رهبری بی سر و صدا، آهنین، قدرتمند و در یک تضاد و معمای امنیتی با سایر گروه‌های طالبان است که موجب ایجاد چنین تشکلات می گردد. ناگفته نماند که این ساختار تشکیلاتی نظامی همانند ساختار سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران است که تحت امر مستقیم رهبری مذهبی ولایت فقیه ایران قرار دارد. ما با بررسی موضوع چند دلیل را در ایجاد این ساختار تشکیلاتی نظامی که تحت امر مستقیم رهبر نامری طالبان به نام هیبت الله قرار خواهد داشت مورد نظر قرار دادیم. اول، برای رهبری طالبان که در یک حالت اختفا زندگی میکنند، نه کسی از آن اطلاعی دارد و نه هم من حیث رهبر در انظار عامه ظاهر می شود. همواره ترس از شورش ناگهانی سایر گروه طالبان مانند حقانی‌ها، گروه ملا یعقوب، قطریا و شبکه علمن وجود داشته است. وی به شدت در تلاش است تا برای مسئول ماندن از تعرض جناح‌های دیگر طالبان از هر راهی استفاده کند. تشکیل چنین ساختار نظامی که معادل یک تشکیلات نظامی است نشان میدهد که وی تا چه اندازه بر ساختار عملیاتی و نظامی گروه طالبان بدگمان و بی‌باور است. دوم، عبدالاحد طالب که به عنوان فرمانده این واحد نظامی منصوب شده سالها مسئولیت طالبان در ولایت‌های هلمند را به عهده داشت. چند سال استاندار طالبان حتی پیش از تسلط طالبان بر کابل در هلمند بود، استانی که با پایتخت مواد مخدر و گنج مالی طالبان معروف است. برای رهبری طالبان مانند سایر دیکتاتورهای خشن ایدئولوژیک و مذهبی راه درآمد پولی مواد مخدر است. اگرچه به اساس اطلاعات موجود چند قبل بر رهایی حاجی بشر امید برای طالبان تازه شد تا مجری اصلی تجارت مواد مخدر به یک شخص دارای تجربه واگذار گردد، اما قرار شواهد رهبری طالبان به یک فرد مورد اعتماد، ماهر و دارای تجربه در این بخش نیاز دارد تا قاچاق مواد مخدر را با یک قدرت نظامی مجهز رهبری کند. سوم، ملا طالب که از فرماندهان مطرح طالبان در جنوب افغانستان است و از آغاز پیوستنش به این گروه به جناح قنداری‌های طالب نزدیک بود، حالا یک قدم جلوتر گذاشته و با اداره و کنترل یک واحد ویژه امنیتی دارای اختیارات فوق‌العاده در تلاش است تا با اشاره رهبر طالبان به رقابت با سایر گروه‌های طالبان مانند حقانی‌ها که وزارت داخله افغانستان در کنترل دارند و گروه ملا یعقوب که اسکاندار وزارت دفاع هستند بپردازد. در اصل این بازی برای ایجاد توازن در نظامیگری میان گروه طالبان است که امکان انفجار آن هر لحظه می رود. چهارم، مقامات امنیتی و افراد خبره و آگاه از قضیه طالبان میگویند که چون ملا هیبت الله در گذشته فرمانده جنگی و نظامی نبوده، با زیاد شدن تنش‌ها و ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان سران طالبان برای تقویت قدرت نظامی خود تلاش میکند و در صدد موازنه‌سازی نظامی برای حفاظت از جایگاه خود است. به این اساس است که یکی از افراد مورد اعتماد خود را با اختیارات ویژه در رأس یک واحد نظامی با امکانات وسیع گماشته است. پنجم، جنگجویان طالبان در ساختار وزارت داخله یا وزارت کشور، وزارت دفاع و اداره استخبارات حضور دارند و به اساس تقسیم بندی وزارتخانه‌ها میان رهبران کلیدی طالبان، وزارتخانه‌های داخله و دفاع به ترتیب به سراج‌الدین حقانی و ملا یعقوب فرزند ملا عمر رسیده است. حالا این تقسیم بندی باعث افزایش تنش میان رهبران طالبان شده و ملا هیبت الله در صدد افزایش قدرت نظامی خود است. هیبت الله در تلاش است که در صورت کدام حادثه غیر مترقبه از این نیروها در جهت دفاع از منافع گروهی خود استفاده برد و آماده مقابله با هر گونه تحرک شورشگونه از درون طالبان شود. این کار به مثابه اقدام در جهت دفع کودتای احتمالی در درون طالبان از جانب ملا هیبت الله حساب می شود. ششم، اختلاف میان شاخه‌های پشتون در درون رهبری طالبان مانند اسحاق زی‌ها، نور زی‌ها، احمد زی‌ها و چک زی‌ها که تعداد کمی در میان طالبان از چک زی‌ها حضور دارند باعث شده تا رهبر نامری طالبان تنها با قبیله خود که نور زی‌ها است تکیه کند و این واحد نظامی ویژه را با امکانات فوق‌العاده در اختیار داشته باشد. این کار باعث ایجاد یک دولت موازی در کنار رژیم خودکامه طالبان خواهد شد. بنابراین با تخصیص مقادیر 60 میلیارد واحد پولی افغانستان، هیبت الله نام نهاد در تلاش است تا از هر لحاظ ساختار فرماندهی و رهبری قندهار را در هر گونه احتمال ولو ضعیف امنیتی بیمه کند. طالبان با بحران عمیق بی‌اعتمادی در درون دست و پنجه نرم می‌کنند و این کار احتمالاً هر گونه کنش و واکنش نظامی را برای تغییر رهبری در میان طالبان مساعد می‌سازد.
فارسی نیوز، پایگاه خبری فارسی زبانان افغانستان.